آیت هایی که خونده می شود، اینجا پند نصیحت هایی که کرده می شود، الله مهربان با توفیل این روحشون رو شاد گرداند و خدای مهربان جمیع عزیزا و جمیع بزرگانی که از این ناحیه گذاشتن، خدا همگیشون رحمت و مغفرت کنه. زیرا هر کدام اینا برادر عزیز در همون زمانهایی که قرار داشتن و همه ما و شما همه دور ده برای خدمت مشکلات های زیاد است. بازم این برای مردم خدمت ها کردن، سهم های خودشون گذاشتن. شاید همین محبت هایی که امروز در ما و شما هست اثری هوا باشد. از این لحاظ در دعاهامون هیچ با اونها رو باید ما فراموش هم نکنیم و از نفرهایی که امروز حیاتن و خداوند خیرشون تیه که میخواهم باز اینها هم دوام دهنده کار همون عزیزا باشند. خدایا عمرهاشون به برکات خیر دوام عمرهاشون الله مهربان نیک گذردانم و این محبت ها و این خیلی گویم احترام هایی را که از این خاندان برای حضور اهل علم کردن، خداوند در عملهای شما هم، در جامعاتون، در کارهاتون، در فعالیتاتون، در توفیقاتون الله مهربان برای برکت برادر عزیز و گرامی، در این لحظه ای که ما و شما قرار داریم، حضرت مولوی می گفت فرصت عمر عزیز است، عزیزش داری، هر نفس گوهری نایاب تو ارزان مفروش. حقیقتا برادران عزیز هر لحظه من بسیار ارزش بلند دارد، این شما ارزان نفروشید. انشاءالله اگر با همین شکلی که ما و شما نشستیم ساعتهایی که در همینجا رفته است، این ارزان فروختن عمر نیست. وقتی که اگر برادرای عزیز خالی از این گونه لحظه ها کشید، این علاقه ارزان فروختن وقتی ما عمر ما و شما میشه. خداوند رحمت کند این عزیزای خدا را که شبم شب نگفتن، روزم روز نگفتن، هر لحظه الهام هایی که به ایشان می آمد قلم میگرفتن، می نویساندن، میگفتن عمر آن که صرف کرده در حضور ذکر او، حیف عمری در پی این نفسی کافر بگذرد. البته عمر میگفتن همون عمری که با همین ترتیب بگذره، با یاد او بگذره. عزیزای خدا این عمر میگفتن. اگر برخلاف این میگذشت، این هر آینه چی میکردن؟ هر آینه ملامت کردن که حیف بر همه عمری که در دنبال نفس کافر میگذره. خواستم یک حدیثی را برادران عزیز، البته چگونه ای که در اعتقاد ما و شما این ثواب ها که بر روحی هم مرده ما هم زنده ما تأثیر دارد، همچنان پند و نصیحت ها هم انشاءالله ثوابش باز از این بالاتر هم هست و کمتر نیست. از این لحاظ من یک حدیثی را که جناب امام مسلم میاره و راوی این حدیث حضرت امام ابو هریره هست، فرمود ان الله تعالی یرضی لکم ثلاثا و یکره لکم ثلاثا. پیامبر ما گفتن که الله مهربان در سه کار بنده راضی می شود و در سه کار بنده راضی نیست، یا گویم بسیار بد می رسد. یعنی در سه کار ما و شما الله مهربان راضی هست، از ما راضی می شود، خوشنود می شود. این سه که برادران عزیز الله مهربان از ما خوشنود می شود.
دیدین؟ آیا حتی ما حدیث ها بسیار داریم از پیامبر که پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می اومدن میگفتن دولنی علی عمل اذا عملته احبنی الله. بسیارش می اومدن حضرت یگان عمل هایی هست که ما با همون چنگ زنیم به سبب همون عمل ما را خدا دوست بدارد. هست عمل هایی که ای پیامبر نازنین اگر ما انجامش دهیم خدا از ما راضی شود. از پیامبر این گونه سوال ها میکردن، یعنی حرکت میکردن برادرای عزیز که رضایت الله را دریابند. ببین همیشه کوشش میکردن که از غضب خدا خودشون دور بگیرن. برای این رضایت الله را دریافتن برادران یا الله را از خودتان راضی کردن، این بسیار بسیار یک موفقیت بلند بگیم، بسیار یک خدادادی بلنده که وقتی الله ای بنده راضی باشه. چیزی که در همون در یکی از غزوه ها میگه پیامبرمون گفت که فردا بیرق را در دست کسی میتیم که او الله را دوست می‌دارد و الله او را دوست می‌دارد. میگه تا روز اصحاب پیامبر خواب نکردند، همه عبادت کردند. گفتند ای کاش همون بیرق مقصد در دست ما داده شود که این چی یک بشارت بلند است. سحر بود که میگه حبیب خدا اعلام کرد، گفتن علی در کجا است؟ گفتن علی چشمهاش درد میکنه و خوابه. گفتن بگینش بیاید. آمد میگه بیرق در دستش داد. مردم فهمیدن که آن نفری که بشارتی که داد به علی وابستگی داشته است. هر یک صحابه پیامبر یک خصوصیتی خودش داشت و میگه دید که حضرت علی را چشماش درد میکنه، آبی دهنش میگه گرفته در همون چشم حضرت علی مارید و صاحبای همون تاریخ میگن تا زمانی که علی زنده بود هیچگاه چشم درد نمیشید. مثلا از چشم دردی ایمین بود. ولی که همین قصه را آیز قرنی میاره در کتاب لا تحزنش غمگین مشوده. میگه که برادرها اینش میگه عجیب نیست که وقتی تو خدا را دوست بداری، این عجیب نیست. عجیبش همه که وقتی خدا دوست بداره. اینش اون قدر چیز نیست. هر یک آدم میتواند که خدا را بگه دوست میدارم. اینش اون قدر تعجب آور نیست که. تعجب آور همین وقتی که الله تو را دوست بداره. برای همین گفت اینجا پیامبر گفت که کسی هست که دوست میداره الله را و الله هم را دوست میداره. برای همین برادر عزیز اکنون معنای این حدیثی که منم معنا کسم این است که این سه عملی که الله میگه به سبب انجامش ای بنده راضی میشه. یعنی راضگی خدا برادر عزیز در حیات ما و شما بسیار نقش مهم دارد. ولی حضرت جنونی هم دارد که مصرع ها میگه اگر الله شود از بنده راضی و او یار است استقبال ماضی. اگر الله شود از بنده راضی و او یار است استقبال ماضی. شود ای بنده گر الله به آزار همه در هر دو عالم است و بیزار. که اگر الله راضی شود حاضره و آیندت خیره. اگر الله را آزار دادی، الله را ناراحت کردی، همه ای تو بیزاره. برای همین این سه عمل چی هست برادران عزیز؟ یکم ان تعبدو، دو ولا تشرکو بالله شیئا، سه و ان تعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقو. یک، الله از تو راضی می شود وقتی که تو او را عبادت کنی. ببین وقتی عبادتش میکرده از تو راضی میشه.
ولی در سوره مبارکه زاریات خدا میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و فی انفسکم افلا تبصرون. ببین یه انسان یک بار در آفرینشی که من ترا آفریدم در همون یک نظر با یک چشم خیرت خطا نگاه کن. ولی در زیر این فصل من تفکر علی خلق نفسه عرف انه خلق و لینت مفاصله للعباده. مفسران میگن اگر انسان در آفرینش خودش خوب اهمیت یا میگه بچونی خلاصه میگه که الله مرا خاص برای عبادت خودش آفریده. الله مرا خاص به خاطر عبادت خودش آفریده. یعنی چقدر در عبادت هایی که ما الله را میکنیم دیدین که همین خیل انسان یگان مشکلات احساس نمیکنه. چخیل خمشوی ها داره، چخیل مثال راست شوی ها داره، چخیل در سجده رفتن، همین عضوها گویم یگان مشکلات احساس نمیکنن. همش خاص میگوی فقط برای همین آماده شدگی است. برای همین برادرای عزیز و گرامی یکم چیزی که الله از ما راضی میشیده است این عبادت بوده است. ولی حضرت علی یک گپی زیبا داره، میگه که فخر من در همین است که من رب دارم، من آفریدگار دارم، من سرور دارم. این فخر من است و عزت من در همین است که من ربم را عبادت میکنم. فخرم در همین است که رب دارم، آفریدگار دارم، خالق دارم، لیکن عزتم در همین است که من او را عبادت میکنم. هم فخرش هم عزتش ببینید در چی میبینه برادر عزیز؟ از این لحاظ یکم چیزی که الله از ما راضی می شود ما باید او را عبادت کنیم. دو ولا تشرکوا به شیئا. دویم میگه کاری را که من از تو راضی میشم هیچگاه در من شرک نیار. یگانه گناهی که الله او را نمیبخشه شرک. شرک در من نیار. حتی خدا رحمت کنه اینجا در محمد عمر سربازی را نامش گرفتیم، یکی از بزرگا و یکی از خادمای دین، این کس در کتابش میارد، در همین یکی از کتابش میارد که میگه اگر یک نفر سحر رو ببیند که یک چند مرغش در همون الچک مرغش حرام شده، یعنی یک روبا آمده همش حرام کرد، اگر در همین جا میگفت من سگ میداشتم این مرغای من حرام نمیشه، همین شرکی با خداه، همین شرکی با خداه که تو ضرر و فایده را بین به همون سگ حواله میکنی. نمیگوی که الله مهربان این زیانی که به سر من بود این هر آینه الله به سر ما آورد، بلکه میگوی که یک سگ میداشتم اگر این مرغای من خیلی میشید. میگه همین شرکی با خدا است. یا اینکه خود همین ابوبکر و راقی را جناب جنونی در معدن حالش قیسش میکنه، وقتی که میگه در خوابش میبینن مریداش میگن چی شد حضرت، چی خیل خیل، استقبال چی خیل، معامله چی خیل؟ میگه مقصد از همه خلاص شدم مگر در یک سؤال در موندم. تن چی سؤال بود؟ گفت یک بار گفت یک پیاله شیر خورده بودم، وقتی شکمم درد کرد گفتم که همون شیر من زلال کرد. همین شیر که با خدا شده است، همین شیر که با خدا شده است. این چیزا ببینید در حیات روزمره ما و شما چقدر زیاده.
یک بارم نمیگیم که مقصد البته اگر همین تربز هم زیان داده باشد یک سبب شیدگیه، لیکن اصلا او درد او مشکلات این نزد الله بداخی فقط با واسطه ایشی یک سببشی. سیوم چیزی که الله از ما راضی میشید و ان تعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. خدا میگه وقتی از شما راضی میشم که همه شما با همین معجزه الهی، با همین کتاب، با قرآن ببینین همه تون وقتی به همین چنگ زنینو گروه نشین. اینجا من از شما راضی میشم. و یکره لکم ثلاثا، در سه چیز دیگه من از شما راضی نیستم. در سه که راضی بود ما فهمیدیم. یکم وقتی عبادت کنیم راضی میشود، دویم شرک نیاریم از ما راضی میشود، سیوم با قرآن چنگ زنیم گروه نشیم، الله میگه من این حالت از شما راضی میشم. و در سه که من از شما راضی نمیشم این چی است؟ یکم قیل و قال، این گفتن و گفت، همین میگن گفتن، همین در میگم از شما راضی نمیشم. اما محمد دیده و موسی شنیدن کی بود مانند دیدن؟ تا چیزی را که انسان اگر با شرطی که تحقیق نکنه، تا چیزی را که ندانن میگن که همین داملا احکام الدین فلان، داملا فلانی ایتری، بابای فلانی ایتری، این با میگن برادران عزیز. الله میگه من در همین کار شما راضی نیستم، من در همین کار از شما راضی هم نمیشم تا چیزی که انیق یقین نباشد برادر عزیز الله از ما راضی نبوده. دوم و کثرت سوال، از زیاد سوال کردنم الله میگه من شما راضی نمیشم. سوال زیادم. ولی در شرحش اگر ببینید حدیث حقیقتا ولی اگر این چیزا در شمار رخ داده باشه، وقتی سوال میاد سوال همین چیز خیر نمیاره. هر چیز اندازه داره. از همین هم میگه الله من راضی نمیشم. سیوم و اضاعت المال، وقتی که مالهاتون شما در راه نادرست صرف میکنین در این عملتون هم از شما راضی نیست. یکی از میگن و گفتن، ببینید، یکی از زیاد سوال کردن، یکی از مال در راه نادرست صرف کردن، این سه که الله میگه من در اینها بد میرسد، من از اینها در شما راضی نمیشم. این است حدیثی که برادران عزیز ای پیامبر نازنینمون و ما و شما آمدند تا که اینها را گوش اندازیم و بسیار یک حدیثی مهمه که رضاگی و نارضاگی خدا را در این عملها برادر عزیز ما روبرو میشیم. خدای مهربان خاتمه اونو بخیر کنه، ایمانمون با سلامت نگه داره و الله مهربان با توفیل این حدیث پیامبر نازنین با محبت و اخلاص به دین خدا زیاد کنه. بازم ایشون بار خدا رحمت و مغفرت کنه، فرزندکاش عمری دراز ایمان کامل تیا دوامی داره حضرت شما کنید. آمین آمین. اگه من تمام تا نیم شم یا من تا نیمش تقصیر دوام شد دعا کنید. نه من دعا نمیکنم دیگه، گفتم من. آمین آمین. خداوند احسانایی که کردن یعنی قدومی علمای اضافی که یا جانشینی پیغمبرن خیلی سخنهای از قرآن و حدیث بیان کردن. ثواب اینها به حد بی اندازه است.
سبب این است که یک عالم اگر در یک دیها بگذره 40 روز از همون دیها مثلا یکی عذاب از قبرستان برداشته میشه یا یک طالب بگذره این اومدن علما به اینجا امری معروف شده است این ثوابش به حد اندازه هست خداوند کدوم اینها را برکت می‌داده و این خیر احسانه که حضرتشون کردن خداوند ثواب برشون و رحمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برسونه و برکت اندرام و بیایی رسول خداوند و لطف و کرمش الله خدا شما تشکر ediyor.